جلسه پیش کارت رو تمام کردیم دیگه، همه نکات هم گفتیم، مدرسش هم کرده باشید خودتون. هر جلسه یه سری از قسمت آپشن توضیح میدیم. خدا هر جلسه یک شروع به آپشن توریز میزنیم. این جلسه هم یه نکته ترفندی میگیم. ترفند هم بهتون میگیم. یعنی اول جلسه همچین ترفند داریم که به درد بخوره ترفندا. خب اول که اینجا رو یه عالمه قسمتش رو گفتیم دیگه. مثلا چجوری صفحات کاری کوچیک بزرگ کنیم. اینجا میتونیم اتومات بذاریم اندازه ها رو بذاره. اینو اگه بزنید تا زمانی که دیفاین نکردی بیاد بیرون ارور میده. یکی اگه بخواد واحدهای کاریشو درست کنه میاد توی تب جنرال پارامتر اند میجر تب یونیت. مثلا میخواد میلیمتری کار کنه، متری کار کنه، سانتی متر یا هر ابعاد دیگه اینجا اوکی میکنه. این از یه موقعی ما یه قطعه کاری داریم میخوایم یکی از سطحاشو پروژکت کنیم. مثلا مثل این مبل هفتا. خب اینم الان اینطوری هم که میاد میبینید یه حالتیه که الان من یه عمود بهش نگاه کنم پرسپکتیو نشون میده. میبینید پشتش رو نشون میده. اینم چون الان لایسنسش رو عوض کردیم از قسمت ویو رندر استایل اینو بزنی اوکی میشه. یعنی الان مثلا این آقای طالبی نه همش گفت واسه من کتیام یه جور دیگه است. البته ناگهان اینو اینطوری کرد. مثلا یه همچین قطعه‌ای من راست کلیک میکنم مثلا اینو توی اوپن فارم میکنم. توی اینجوری شما میخوای این سطح رو میخوایی ولی عقب مثلا می‌بینی اینطوری شیار روشه، عقب رفته جلو رفته. میخوام دوباره یه اسکچ از این تولید کنم. من اگه اینو دو تا راه داره بشینم روی این اینطوری شروع کنم یه اسکچ شبیه خودش بکشم. چی خاموش کنم؟ مشو برای چی؟ آخه مشو لازم دارم واسه خاموشش کنم. حالا بود مشو از چیز باید خاموش کنم. بذار اینو بگم. این اسنپ آبجکت نه فایند این بیبرزیش از پایین پشت این آخه مشو من لازم دارم خاموشش کنم چیکار کنم. آقا یه اسکچی بخوای از این تولید بکنی یه راهش اینه که بشینی اینجوری این خطا رو دونه دونه بکشی و دور این به چرخ پوستت کندش. پروژکت هم اگه بخوای بکنی که ابزار پروژکتمونم در میاریم اینجا. پروژکت هم که بخوای بزنی مثلا بزنی این سطح رو پروژکت کنه سوراخ‌ها هم میده. سوراخ‌ها رو بخوام پاک کنم همش با هم میشه. این کار رو بخوام بکنم دونه دونه دوباره بشینم این خطا رو انتخاب کنم. خب الان این اگه یه ذره بیشتر شیار داشت اونم باز دوباره زمان میبود اذیت. یه راهش اینه که اینو پروژکت بکنی. یه سری ابزار ما داریم اگه در بیاد از این زیر پیداش میکنم. اینا یه نوار ابزاری داریم اینجا. ابزارهای جالبی داره. همین از اینش که استفاده می‌کردیم این هستیم اسکچ اون آندرس که جایش باز باشه بسته باشه رو می‌تونی چک کنی. این گزینه رو که بزنی می‌تونی بیای پروفیل‌ها رو جدا جدا انتخاب کنی. الان وقتی انتخاب می‌کنی پررنگ میشه. من اینو اوکی کنم این یه خروجی از این اسکچ به من میده. این یه آوتپوت اینجا ایجاد میشه. الان روی این کلیک کنی اوکی کنیم اون سوراخ‌ها دیگه نیومد. ببینید اینم هایت کنیم فقط محیط دورش. این خیلی به درد می‌خوره به خصوص همین کارهای چوب و اینا که شیار میندازی ممکنه بخواید ازش اسکچ تولید کنید. مثلا یه مبل ممکنه هزار تا اینطوری عقب رفتگی داشته باشه دیگه. خب این از یه گزینه دیگه هم هست که باز دوباره طالبی نیومده درخت طراحیشو گم کرده. درخت طراحی گم کنه آدم بیچاره میشه. درخت طراحی دو دلیل داره. اولین بار اگه دیدی مثلا نیستش اینو چک کنید ببینید این تیک خورده یا نه. این اولیشه. یه مشکل این که هاید میشه اینه.
مشکل اینه که مثلا دست زدیش اینطوریش کردی دیگه اصلا غیرش کردی دیگه این تیکه هم هست اونجا هم نیست. راهش اینه که اینو کامپس کوچولویی که این زیره یه بار کلیک بکنی بعد اینو بزنید که نه اومد رفت چی که بود واقعا اگه خراب بشه دیگه کارش نمیشه. چرا؟ یه کاری میشه بکنی کاری که رو زوم میکنی رو همین انجام اون کامپس که فعال کنی. خب پس یه راهش هم این گزینه بود. حالا این آقای طالبی اگه بود اینو میدیدش نیومده هنوز. اون کاری که رو زوم بکنی خودش کوچیک بزرگ میشه کوچیک بزرگ میشه ولی انقدر ریزش کرده بود اصلا نمی‌تونی نه بکشی عقب یا بکشی جلو، خیلی ریزش کرده بود. راهش اینه که روی این کامپس پایینی بزنید، روی این زوم فیتر بزنید. خب آقا پارت دیزاین اگه کسی سوالی داره، چیزی نکته‌ای داره، جایش مبهمه بپرسید. کلاس چهارشنبه هم هر کی میخواد بیاد. چهارشنبه هم هر کی دوست داره میاد تمرین. خب اینم الان ما هر کاری که کردیم توی محیط پارت بوده، سیو کردیم قطعاتمون رو. قطعاتی که سیو می‌کنیم با فرمت کت پارت سیو میشه. توی مسیر مشخصی ما قطعات رو سیو می‌کنیم. درستش اینه که همه قطعاتی که قرار اسمبل بشه توی مسیر مشخص باشه. الان مثلا 10 تا کاری ما مثلا یه ماشین درست کردی 2500 تا قطعه داره، مدیریت فایلات خودش مثلا یه مبحث خیلی درست حسابیه. مثلا یه کاری مثل فایلسی که ما داریم، ما مثلا اقتصادی بودیم می‌مونن فایلامون چک می‌کردن، امتیاز می‌گرفتیم. مثلا یه مثلا 20000 تا قطعه داره، اگه قرار باشه مدیریت نکنی فایلات اصلا پوستت کنده میشه. مثلا هیچ رقم یکی دیگه بشینه پای سیستم گیج میشه نمی‌دونی. از همون اول که طراحی می‌کنیم بعد حواستون به همه چی باشه، اینکه فایل‌ها رو چجوری اسم گذاری می‌کنیم، تو کدوم میشه می‌ذاریم. مثلا یه مجموعه درست کردید چند تا ساب اسمبلی داره، مثلا یه ساب اسمبلی برای موتور درست می‌کنید، یه ساب اسمبلی مثلا برای قسمت مثلا گیر باکس درست می‌کنید، بعد اینا رو مونتاژ می‌کنید، نه که همه قطعات رو بیارید داخلش توی مجموعه مونتاژ کنید. یه سری تکنیکاست که الان جلوتر همه رو میگیم. شما همتون با این محیطا کار کردید من میدونم، ولی حالا یه سری ابزارا داره که اینا رو ما سعی می‌کنیم کامل‌تر بگیم که استفادهش هم ببینید چیه. که خب حالا تو کامل یاد بگیر دیگه. اگه اداره تنظیمات هست فردا مثلا عامل بگیر مثلا مفهوم الان ما یه پنجره داریم. پنجره الان عمودیه شیفت که نگهداری افقی میشه، اسمشون هم مشخص میشه. پروداکت استراکچر اینو نگه میدارم، شیفت رو نگه میدارم، میذارمش اینجا نگه نمیشم. اینم کانسترینت. ما برای اینکه قطعاتمون رو چند روش برای اسمبلی وجود داره. همون اول محیط اسمبلی رو باز کنیم، قطعاتمون رو ایمپورت کنیم داخلش، یا اینکه تو خود محیط اسمبلی بشینیم دونه دونه قطعاتمون رو بکشیم بعد نهایتاش قید بزنیم. اولین روشش که فراخونی قطعاتیه که میخوای ایمپورت کنی با این گزینه است، اگزیستیس کامپوننت. اینو یه بار کلیک کنی فعال میشه، رو سرشاخه پروداکتت بزنی شروع میکنه ازت آدرس گرفتن. مثلا الان من یه سری فایل آماده کردم، باز میکنیم. خب الان این قطعات منه، من میتونم دونه دونه با کانتم جلوش بکشم درنگش کنم، مارکش کنم موقع داوود، یا مثلا یکیشو بردارم همه رو با هم باز کنم. خب این قطعات من اومد، همشون هم تو دریوزه هم. ما برای اینکه بخوایم اینا رو مونتاژ کنیم بعد یه فاصله مشخصی داشته باشه قطعات از هم، ببینیم چجوریان، بعداً شروع کنیم مونتاژ کردن. اولین اگه دونه دونه قطعات رو وارد می‌کنی، اولین قطعه‌ای که وارد می‌کنی میشه بیس. وقتی با هم وارد می‌کنی بعد یه قطعه رو فیکس کنی، یعنی یکی از قطعات اصلی رو فیکسش کنیم. مثلا ما الان یه شیریم، الان این بدنه فیکسه، اینو اولین کاری که می‌کنم میام فیکس می‌کنم. توی این نوار ابزاری که قیدا هست این کنسیدنت رو میزنم روش یه کلیک می‌کنم، این الان فیکس شد.
یعنی تمام قطعاتی که مونتاژ میشه توی این موقعیت فیکسش میکنم. اگه بخوای موقعیتش هم عوض کنی، ببین وقتی که صفر بدیم نکن اینجا الان هیچی نیست. اولین قیدی که میدی توی درخت طراحی یه دونه زیر مجموعه درست شد که کانستنت قیدات اینجا میاد. روش دوباره کلیک بکنی هر قیدی باشه باز میکنه. مثلا برای این میتونی اگه تو صفر و صفر نباشه اینجا بزنی صفر و صفر میاردش تو صفر و صفر. اگه هم که تو صفر و صفر بگی هیچی، اصلا اگه برات مهم نیست تو صفر و صفر باشه هیچی. خود پنجره پروداکت هم اول با کردیم صفحه کاری نداشت، هیچ صفحه کاری نداشت. قطعاتی که با میگیم صفحه کاریاشون میان. الان این تو صفر و صفریه که خودشو کشیدن، کارتشو تو اون موقعیت کشیدن. سلام. الان اومد این یه برگشت میزنیم، این اولش رو دوباره تکرار میکنیم. خب آقای طالبی اون درخت رو الان ما توضیح میدیم که پیدا میشه، جدا از خودت هم توضیح میدم. خب اومدیم محیط اسمبلی رو شروع کردیم، گفتیم آقا محیط مکانیکال دیزاین اسمبلی دیزاین رو میزنیم. اینجا توی این سرشاخه پروداکت نشون میده که شما قطعاتی قرار اسمبلی کنید این زیر میاد. 3-4 تا نوار ابزار مهم داره. پروداکت استراکچر تولز که مثلا مربوط به سرشاخه اسمبلی میشه. این مثلا ساب اسمبلی درست کنی، قطعه وارد کنی، قطعه رو با اسمارت موو بیاری، حالا توضیح میدم چیه. اینا هر کدومشون یه سری ابزارها هستن که مربوط به خود اسمبلی هستن. اینا هم ابزارهای تکون دادن قطعاته. این هم قیداییه که برای مونتاژ نیاز داریم. اولین راهش گفتیم که بخوایم اسمبلی بکنیم یا اینه که شما یه سری قطعه رو قبلا کشیدی سیو کردی یه مسیر دونه دونه میخوای وارد کنی، یا اینکه تو همون شاخه پروداکت شروع می‌کنی کشیدن، یعنی یه قطعه رو می‌کشی هایدش می‌کنی دوباره تو موو می‌کشی. ما داریم اولین روش رو میگیم ایمپورت کردن. این گزینه فراخوانی قطعات از اون گوشه‌ای که سیو کردی روش کلیک می‌کنی، نارنجی که شد یه دونه می‌زنی رو سربرگ پروداکت، یه مسیری با میشه. اینجا قطعات من قبلا آماده کردم، همه‌شو انتخاب می‌کنم یا مثلا یکیشو انتخاب نمی‌کنم. خب اینا رو می‌زنم اوپن شه. این قطعات اومدش. خب ما برای اینکه کارو شروع کنیم وقتی قطعات رو وارد می‌کنیم بعد اولین کاری که می‌کنیم اینه که یکی از قطعات که بیسمونه و قرار بقیه روش سر باشن فیکس کنیم. خب قدم اولش اینه. من الان قطعات رو وارد کردم، همشون هم چون تو صفر و صفر خودشون کشیده شدن افتادن رو هم. این گزینه فیکسه، قید فیکسه. وقتی کلیک بکنی روی این بزنی فیکس میشه بدن. الان این قطعه‌مون فیکس شد. میتونی روی این بزنی، رو درخت طراحی بزنی اگه زیاد بود یا تو هم بود. میتونی رو همین محیط گرافیکی وقتی نارنجی میشه روش بزنی. الان اینجا یه دونه سربرگ جدید باز شد که قیدامون همه اینجا میذاره. گزینه اولش فیکسه. روش کلیک کنی، مو رو بزنی، اگه تو صفر و صفر نباشه میتونی اینو انتقال بدی تو صفر و صفر. ممکنه تو صفر و صفر نباشه. با این کار میتونی تو صفر و صفر بنویسی. حالا من الان قطعاتو میخوام مونتاژ کنم، اینا همشون رو هم افتادن. اولین کاری که ساده‌ای که میتونی بکنی اینو بزنی، اکسپورت رو بزنی، از نوار ابزار موو یه اوکی کنی. اینا رو هم با هم. یه راهش اینه. اما اول کار اینا رو باز کنی هم. دومیش چیه؟ دومیش اینه که از نوار ابزار منیپولیشن استفاده کنی. این اسمش منیپولیشنه، خیلی بی‌نهایت توی محیط اسمبلی کاربرد داره. یکی اینه که میگه آقا توی جهت x تکون بده، تو y تکون بده، تو z تکون بده، یا تو جهت دلخواه هم تکون بده. دومیش اینه که تو صفحه x y تکون بده، y z تکون بده، x z نشون تکون بده، یا تو صفحه دلخواه هم روتیت کن حول محور x یا y یا z یا تو حول محور دلخواه. خب هر کدوم انتخاب کنی اون کارو انجام میده. الان مثلا من رو کامپس هم نگاه می‌کنم، مثلا اینم x اینوریه، x رو انتخاب می‌کنم، این قطعه رو تکون میدم. میچرخونم، میخوام این مثلا بذارمش رو Z، اینو میبرم به ذره بالا. رو Y اینو میبرمش این بر. با خود کامپس هم جلوتر میکشید. اونم یه روش خیلی پرکار بود. الان قطعات رو من وا کردم. یه دونه اینجا نوار ابزار هست اسمش آپدیت. میتونی آپدیت رو منوال بذاری، میتونی روی حالت اتومات بذاری.
الان برای اینکه اینو تغییر بدیم دوباره باید بریم تو آپشن کتیا، توی مکانیکال دیزاین، تو اسمبلی. اینجا منوال اتوماتیکه. من معمولا میذارم رو منوال، چون یه جای اتوماتیک، یعنی تا قید دادی اعمالش کنه. وقتی رو منوال باشه تا هر چی خودت بزنی اعمال میشه قیدا. حالا با جفتش میریم میبینیم چه می‌بینیم. ببین الان این قطعه رو فیکس کردیم دیگه. می‌خوایم این قطعات رو مونتاژ کنیم. این شیره، یه شیر خیلی ساده است. اولیش اینه که این میره داخل این شیاره، این پولکه روی این سوار میشه که این محفظه گرده رو میپوشونه. کله این که بیرون میمونه این حالت پولکیه میاد روش پیچ میشه. این دسته میاد با این آچار خورده هندل میشه، بسته میشه. اینم میاد روی این سوار میشه که دستگیرش که مثلا بچن. یه شیر خیلی ساده و شماتیکه. خب ما اینجا یه سری قید داریم، کارامون رو باید با قید و حرکت انجام بدیم. اسمبلی کتی رو بینم خیلی دقیقه، خیلی دقیقه. برای کوچکترین رفتاری که قرار انجام شه یه ابزاری گذاشته. حالا جلوتر که بریم میریم محیط دیوی فیتینگ هم میگیم، اونم یه جوری اسمبله برای مکانیزمه. یعنی شما یه مکانیزم رو توش شبیه سازی کنید، مثلا سرعتشو در بیاری، حد زاویه‌اش رو حساب کنیم. قشنگ یه نرم افزار مهندسی درست حسابی. اولین کاری که می‌خوایم بکنیم، می‌خوایم اینو مونتاژ کنیم. این قید اسمش کانسیدنته. خیلی استفاده میشه. قید کانسیدنت چیکار میکنه؟ یا محور دو تا چیزی که استوانه هم یکی میکنه، میذاره تو هم محورشو. خب پس برای یکی محور کانسیدنت، یکی برای محور. یا دو تا صفحه رو میچسبونه به هم، دو تا صفحه تخت رو میچسبونه به هم، دو صفحه تخت، دو صفحه تخت. یا اینکه نقاطی یک گوشه یک پوینت رو نقطه رو میندازه روی نقطه، یه نقطه از یه شی یه نقطه از یه شی رو میندازه روی نقطه دیگه، یا یه نقطه از یه شی رو میندازه روی صفحه، روی یه سطح. ولی باید تخت باشه. اگه کرو باشه یا مثلا اگه یه استوانه باشه، شما فقط برای محورش میتونی از کانسیدنت استفاده کنی. برای این سطح نمیتونی، یه قید دیگه داره. چیزی که تخت باشه یا محور باشه. خب اینو ما الان اجرا میکنیم. این دوراتو بزنید. اینم بزنید، به قول داوود دیگه نمیاد. حالا یادم ازتون. ببین من الان زوم باید بکنی یه ذره. میای رو قسمتی که دایره‌ای یه قسمتش با دایره کشیده شده باشه و هر چقدرش هم کات شده باشه، دیگه اون میتونه محورش رو پیدا کنه. کلیک میکنی نارنجی میشه. میام روی اینم محورش رو پیدا میکنه. کلیک میکنی نارنجی میشه. این اگه اتومات بود خودش درجه عوض میکرد، من روش کلیک کردم الان این دوتا هم محور شد. این دوتا با هم محور شدن. مرحله بعدی اینه که این سطح رو با سطح زیر این یکی کنم. دوباره خانم پدرام اینو میزنم، این سطح رو انتخاب میکنم، با این سطح اوکی میکنم. میگم جلوتر همه رو میگم، فقط یه سه قیدا رو کامل توضیح دادم. اینا افتادن رو هم. اوکی. ما چند تا درجه آزادی داریم؟ 6 تا درجه آزادی داریم. یکی این که یه قطعه قرار شد فضا فیکس بشه، جینیتی هم بهش میگه. یا تو سه جهت میتونه بالا و پایین عقب جلو بشه، یا اینکه تو همون محورها میتونه بچرخه. وقتی میگی 6 درجه آزادی رو میگیری یعنی که فیکسش کردی. کتیا وقتی که میخوای ریپورت درجه آزادیشو بگیری، وقتی 0 و 6 یه پیغام میده، وقتی که عددهای دیگه است بهت میگه دقیقاً چه کدوم محورها رو گرفتی کدوم‌ها رو نگرفتی. خب حالا جلوتر میگیم چجوری میتونیم بفهمیم درجه آزادی قطعاتمون چیه. همه کاملا که بستنش چی فکر می‌کنی خودت؟ چه حرکتی داره؟ آره میتونه بچرخه. چند درجه آزادی داره؟ یه درجه آزادیش مونده. این الان میتونه بچرخه. و کاربردش هم همینه، باید بچرخه وگرنه شیره باز نمیشه. پس یه درجه آزادی این داره. این رو هر قطعه‌ای که توی فضای گرافیکی بیایی، این ور رو درخت طراحی رنگش نارنجی میشه. اینو که بزنی درجه آزادیاتون رو ریپورتش می‌کنه.
مثلا اون قطعه‌ای که می‌خوایی ببینی چند درجه آزادی داره رو اینجوری میام با موس روش اون بر نارنجی شد میام پیداش می‌کنم. خب یا اگه خیلی زیاده مثلا 2000 تا چیزی پیداش نمی‌کنی پایینه یه راست کلیک می‌کنی سنتر گراف رو می‌زنی گرافش رو وا می‌کنی میای بالا خود سرشاخه‌اش اینو راست کلیک می‌کنی توی این قسمت یعنی اسم خود قطعه نمیشه یه آبجکت داشته باشه میای جلو این فریدام نشون بده هر چند تا درجه آزادی داشته باشه اینجا یه دونه تب اضافه میشه یعنی یه دونه داره یه دونه اضافه شده دو تا داشت اینجا اضافه شد تا 5 تا 0 و 6 رو پیغام میده میگه این اصلا یا کاملا فیکس شده یا اینکه اصلا هیچ چیزی روش نیست خلاصه الان نمیشه چی نمیشه یه دونه روتیشن داره x y z زدت یکه یعنی حول زدت میچرخه توی نمودار توی فضای کتیانابی کامپس این محور زده یعنی همین محور خودش حول این میچرخه خب حالا قطعه دوم میخوایم بندازیم این رو این قطعه در پوشه میخواد بیفته این رو باز دوباره همه رو فعلا کانسیننت استفاده میکنیم این سطح رو انتخاب میکنم این سطح هم انتخاب میکنم نذارم کانسیننت رو میزنم این سطح رو انتخاب میکنم ببین بعد قشنگ زوم کنی یه ببین نری این محور رو بگیر قشنگ روش نارنجی که شد کلیک خب الان اینا هم سطح شدن قرار نیست این بپره رو این خب فقط هم سطحش میکنه که فضای بی‌نهایت این دو تا هم تو هم سطح هم حالا میخوایم انتقالش بدیم به این چی باید بذاریم که بره رو محورش رو بگیریم یا اینکه یه کار دیگه هم میتونی بکنی این سه تا سوراخ داره که قراره پیچ بشه اون سوراخ‌ها رو بگیریم حالا من محورش رو میگیرم این محور زوم میکنم میام اینجا محور این آپدیت رو میزنم این اومد این خب چرا رفت تو ما عملا این کار کردم که این سطح ها مشخص شه راهش چیه؟ راهش اینه نه الکی واقعی همش اینجا نوشتم که چطوری بکنم مثالا رو چجوری راهش اینه این میگه رو حالت سین باشه یعنی همون صفحه متناظری رو بنداز رو حالت اپوزیت باشه یعنی برعکسش رو بنداز خب میذاریمش روی حالت اپوزیت جان ببین یه قید اشتباه گذاشتیم خب اون سطحی که ما انتخاب کردیم اگر از سطح این توی پیش‌فرض کتیا پایین‌تر باشه وقتی اینو کلیک می‌کنی بده روی اینو میاره بالا بعد در واقع زیری رو می‌زنی خب الان اینا افتادن تو هم یعنی این سطح با این سطح زیری یکیشه نصف این مواد کامل میره این خواستیم ادیتش کنیم می‌تونیم پاک کنیم بچرخونیمش دوباره چیز کنیم ولی راه درستش اینه که اون قیدی که دادیم که این بود روش کلیک کنیم ما رو بزنیم اون رو حالت سین بود یعنی رو حالت صفحه متناظرش بود رو حالت اپوزیت میذاری خودش برعکسش میکنه الان یه چیز سوراخی که رو هم نیفته الان این یه چرخش داره یه درجه آزادی هنوز داره میخوایم یه درجه آزادی هم بگیریم اینجور میچرخه ما میخوایم این سوراخ‌ها رو هم بگیریم میشد میتونستی دو تا سوراخ رو بگیری تموم شه الان دو تا سوراخ رو میگیری الان دو تا سوراخ میگیریم ما محور آره ندیم محور خب الان دو تا سوراخ گرفتیم یکی سوراخ وسطی رو گرفتیم یکی هم اینو می‌خوایم بگیریم میتونستیم اول این دو تا سوراخ رو بگیریم همسط هم شده دیگه نمی‌چرخه دیگه خب الان این افتاده روی این آره این افتاده روی این من میام این سوراخ رو انتخاب می‌کنم خانم پدرام خب بعد میام راست کلیک می‌کنم موقت کاریش می‌کنم میام اینجا اینم انتخاب می‌کنم دوباره اهاید درش آپدیت رو میزنم رفت سرش الان این چند درجه آزادی داره آقای قرداغی پیغام این فیکس شده خب اگه ما مثلا بفهمیم که باشه مثلا جاشو خالی بذاریم آره میگیم یه قیدای جلوتر دیگه درجه در نه اونم یه قید میشه دیگه گفتی تو فاصله اون موقع تو فاصله صفر گذاشتی تعلیش یک فرقی نمیکنه
یه قید دیگه میذارم. الان فعلا قید کنسیدنت بریم جلو همه قیدا رو چرا هایی کردیم؟ یه سوراخ اینجا بود بالای این برتر خب نمیتونستم محور پایینی هم پیدا کنم اول بالایی از محورش رو پیدا کردم هایتش کردم از این برم خب الان میریم جلوتر همه رو می‌بینیم. این نهایت دستور باحال یا همه رو می‌بینیم. فقط بذار من با ریتم آروم بگم قطعات RB36 شبکه نداری؟ داری؟ RB36 چی بود؟ RB36 گفتم لا بود دایره بودن هم بهش گفتم خب اینکه الان کتیان ریست شد بده درستش کن نمیدونم نه اینجا نیدا بود نه اون نیستش صفرش کن همینه دیگه اونا نیست گفته بودیم اینا رو خواسته بودیم آره تا پله بودن دایره جلسه اول گفتیم آره چون تقریبا سرچون لایسنس موسیقی هم تنظیمات مراتب خب آقا ناکن الان تو هر محیط رنگ قطعات خیلی راحت نیاز اینجا یک کلیک میکنی راست کلیک میکنی پراپرتی نه رنگش رو عوض میکنی باز هر رنگی که دلت میخواد بهش میدی خب که توی محیط هستن برید رنگ‌ها با هم متفاوت باشه خیلی شانس‌های قطعات راحت‌تر میشه. خب این قطعات هم مونتاژ شد. بعدی میرسه نوبت چی؟ نوبت این قطعه دیسک. این دیسک صفحش میشینه روی این قسمت. بعد دو تا پیچ هم میاد روش بسته میشه. میشه کجا؟ میشینه روی این سطح. نکن این سطح چه شکلی بازو بسته. آره میچرخونه بازو بستش. این شکلی بود دیگه. یه شیار اینطوری روش. اون سطح میاد روی میشینه. پیچ میشه. رو هر قطعه راست کلیک کنی اوپن ویندو رو بزنی آیه طالبی میره توی محیط کارش جدا بازش میکنه خب اینجا برو قشنگ سوراخ بزن هر کاری میخواد بکن یا قشنگ قطعات رو بررسی کن بعدا برگردون در صورتی که همونجا هم میشه این کارو کرد میگیم جلوتر خب آقا من اون قطعه بعدی این الان پشت اینه دیگه من هم کنسیدنت کنم دیگه نمیام این سطح رو کنسیدنت کنم این ورش رو کنسیدنت میکنم چون پشتمونه این سطح رو میگیریم خانم پدرام بیاین اینجا اینم میگیریم حتی همون آپوزیت رو چیزا میتونید آره آپوزیت هم اگه اشتباه آره اشتباه بشه برعکسش خب اینم از این میخوایم قید بدیم الان سوراخ رو هم افتاده همینجا میتونی قید بدی اینجا روی این زوم میکنی میدی رو اونم اگه رنگش عوض میشه یه دونه هم اونجا میدی این دو تا هم انداخت رو هم نه همه رو کنسیدنت فقط با کنسیدنت می‌کنم مثلا هیچ قیدی دیگه با غیر از کنسیدنت نیست الان این مثال فقط با کنسیدنت خب شیار پایینیه یه گودی درست کرده که این وقتی که میره تو تهش بشینه اینجوری این ته بچرخه دیگه آره اونم تهش یه گردی در آوردم قید داشته آره نه قید نمیخوایم بزنیم آره تو واقعیت ساختش داره دست قید لازم نداره این ته پوسته اینو فشار دیگه سوراخ بالاش انداختن حالا دیگه رفت کار سافتی اینجا این سوراخ رو داره میزنه اینجا رو هم میزنه یه همچین شیاری درست کرده اون فشار روش قصد نمیزنه حالا این شماتیکه داغ شیر واقعی که نیستش یه مثاله الان این قطعه کامل فیکس شد یه درجه آزادی داره دیگه هنوز فیکس نشده به قول علیزاده دور اون گرد پایینیه میچرخه این تموم شد الان اینم فیکس شد راست کلیک کنی اینجا درجه آزادیشو بررسی کنی یه درجه داره یه درجه اون چیه؟ حول همون زده است اوکی ولی اگه اون نمیذاشی میشه 2 درجه آزادی خب اون یه درجه آزادی کاربردشه داره میشه اگه تو اولی فیکس کرده بودی خب فیکس چون با
شده. آره دیگه، آره درجاست میمونه. خب آقا حرکت بعدی. ببین ما یه ابزار قشنگی که داریم منیپولیشن، شما موقع اسمبلی میتونی قطعاتت رو قشنگ تکون بدی بچرخونی و قیدت هم همراهش باشه. اگه این گزینه رو بزنی وقتی یه قطعه رو میچرخونی اون قیدی که قبلا دادی رو لحاظ نمی‌کنی، یعنی الان تو اینو به این وصل کردی دیگه، خب بچرخونی این فقط میچرخونه سر جاشه، بعد میای بیرون آپدیت می‌کنی برمیگرده به حالت قبلش، اوکی میشه، یعنی قیداتو از دست نمیده. فقط تو نمایشی که می‌خوای ببینی این تیک نخورده باشه اینو بچرخونی قید دیگه بهش وصل باشه رو نمیچرخونه، ولی اگه اینو بزنی هر چی بهش وصل باشه باش میچرخونه. آقا اینو میزنیم ما. الان من میخوام حول محور خودش بچرخونم. خب حول محور خودش رو با این انتخاب میکنم، محور دلخواه من. میام اینجا این محور رو انتخاب میکنم. حالا میچرخونمش. خود اون قطعه‌ای که میخوایی میچرخونم. ببین این میچرخونه. اوکی میام. یا یه کار دیگه که میخوای بکنی این قطعات رو یه ذره تکونشون بدی. الان مثلا میخوام اینو اینوری کنم بعداً اسمبلش کنم این قطعه رو. بعد حول محور مثلا x بچرخونمش، میام x کلیک میکنم این دیگه ذره کوچولو اینطوری میارمش بالا. اوکی دیگه روش خیلی نیست دیگه، آپدیت لازمه. خب حالا من میخوام اینو روی این مونتاژ کنم، بازم با کانسیدر این محورش رو با محور یکی از اینا چون اینا همشون هم محور یکی میکنم، آپدیت رو میزنم، میرم بالا سرمون. مرحله بعدی اینه که این سطح زیر نارنجیه آقای طالبی بشینه روی این یه ذره گوشته این اینجا. خب پله‌ای که درست کردیم. دوباره اینو میزنی، این سطح رو انتخاب میکنی، این سطح هم انتخاب میکنی. اوکی میکنی، اینم میره روی. لازمه دیگه درجه آزادی دیگه‌شو بگیریم. چی باید بگیریم؟ آچارخورش باید بیاد. آچارخورش هنوز اوکی نشده، اینا رفتن رو گوشت هم. این سطح‌ها تو گوشت هم. بعد آچارخورش هم ردیف می‌کردیم دیگه. خب این یه سطح آچارخوره ناکن موسوی نارنجی میشه. این هم یکی از اون سطح آچارخوره. یکی از اینا رو با هم یکی می‌کنیم. کانسیدنت می‌زنی. مثلا این سطح های طالبی با این سطح. اوکی می‌کنی. ارور داره. ارور برای چی داد؟ چی می‌تونی بگی؟ ها؟ چرا ارور داد؟ آیا شما اولا آچارخور رو بزنید. خب آچارخور زدی با دستور چیز کانتکت آیا چی؟ چرا ارور داد؟ بعد ارور نمیداد که چرا ارور داد؟ پارالل میدیم؟ الان برگرد دست ببین پشت تا پشت این چقدر اندازه‌اش؟ ببینیم اصلا اینا یکی اندازه‌اش، یعنی یه چیز منطقی می‌خوایم ازش یا نه. اگه قرار این کوچیک باشه اون نمیچسبه بهش، باید هم محور هم پشت باشه دیگه. این چقدر؟ این 10. بریم اونم بریم 10. اونم بریم نهار. بریم نهار کنیم. اینم با پلیس جان. فرستادم ازش. اینم 10. پس بعد قاعدتاً بشینه. درسته؟ چرا نمیشینه؟ یه ذره مشکل ایجاد کرد. تا حالا اینجوری باش مواجه نشدی؟ بگو چیکار کنم؟ اول آچارخور بده. قیدا رو پاک کنم. کنترل یو میزنی هم آپدیت خانم. این دو تا قید آخری رو میگه پاک کن داغ. آچارخور هم مهندس پاکش کردم. خب. دورمش هم بالا اندازه یکی بود درسته؟ آره اندازه یکی. اینم آوردیم بالا. خب آچارخورش بده. اول آچارخورش رو میگه بده. یکی از این سطرها با کدوم داود کنیم؟ خب. این هست. حالا با چیکار کنیم؟ بعد هم محورش می‌کنیم. الان هم مرکزم هم محورم می‌کنیم. اینم از این. خب حالا بهش پله میدیم. میشه اون حالت اولی زدی نشد؟ چی بود مشکل؟ خب نشست. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اول که انتخاب کرده بودی ما
گفتم موضوع درست کلیک کنی. اونجا مثلا به جای اینکه سطح رو انتخاب کنی یه نقطه رو انتخاب کردی، تو اون نقطه حتما باید اینجا مثلا لبه این گیر باشه. احتمالاً انتخاب سلکتام اشتباه بوده. این الان ادیت شد. درجه آزادی این چقدره؟ یکه. یکیش هم لازم داریم. این هندله میمونه. ببین همه رو با کانسیدنت می‌خوایم اسمبل کنیم. دوباره این محور با این محور میاد بالا سرش. این سطح خانم پدرام، این سطح با روی این چیه؟ اینم خب الان این مونتاژ یه شیر ساده مونتاژ. خودمون میچرخه بعد حالا اینم میچرخه، اینم میتونیم حالا فیکسش کنی. حالا مهم نیستش اینا. الان اینم به قول علیزاده داره میچرخه. خب این برای اینکه فیکسش کنیم میرم دستورهای بعدی مثلا یک دست کلمه‌اش میذارم مثلا این موازی می‌کنی نچرخه. خب ببین الان این دستوری که ما گفتیم این کانسیدنت خیلی از اسمبلی‌ها با این اوکی. خب این روشی هم که مونتاژ کردیم روش ایمپورت. حالا می‌خوایم با روش اسمارت هم اینو مونتاژ کنیم. خب کتیا اینو مثلا سیوش می‌کنم روی این بخوای سیو کنی بعد سرشاخه پروداکت دوبار کلیک کنی اینجا ابزار اسمبلی بیاد. یه موقع اینطوری هست سیو نکنی یعنی تو محیط پارت اینه فقط. رو هر چیزی که دوبار کلیک کنی توی محیط اسمبلی میره تو پارتش فقط میره تو پارتش. اما این چیزا هست سرشاخه هست ولی من روی این دوبار کلیک کردم فقط پارت اینو باید دیگه بقیه کاری نداره. همینجا میتونم ادیت بزنم اینجا مثلا یه شیار بزنم جلوتر میرم. الان من اگه سیو کنم فقط این پارت رو سیو میکنم. برای اینکه اسمبلی سیو کنم سرشاخه پروداکت کلیک کنم. این ابزارهای پروداکت بیاد. اینجا راست کلیک می‌کنی دو تا گزینه داره، سه چهار تا گزینه داره، سیو از، سیو آل، سیو منیجمنت. بهتره که با سیو منیجمنت هم سیو کنید. ولی کاربرداشون فرق می‌کنه. سیو منیجمنت میگیری ازش سرشاخه اسمبلی رو سیو می‌کنه، پارتات هم می‌ریزه اون زیر. خب بعداً دوباره باز می‌کنی، می‌خوای اینو واسه رفیقت مثلا تو شبکه هم کپی کنی. خب بهتره که با این سیو منیجمنت کار کنید کلا. آقا وقتی که باز میشه یه دونه پروداکت باشه بهت میگم همه رو بهتون این جلوتر نوشتم مثلا کاری که اتفاق میفته. آقا رو پروداکته بقیه‌شون کت پارت یعنی اینا پارت اون پروداکته. یه سیو از میزنی خب توی همین مسیری که هست من این پروداکت رو سیو می‌کنم. بعد این گزینه ها رو میزنی میگی آقا پوشه اینا رو یکی کن. خب الان من اگه این 4 تا قطعه رو از یه مسیر آورده بودم این یه دونه رو یه مسیر دیگه آورده بودم الان که میخوام سیو کنم اینم میره تو اون مسیری که همشون هستن. نه پاک نمیشه از اون فولدر قبلیش پاک نمیشه. من اینو مثلا آوردم اسمبل کردم اینو تو برای من فرستادی من ایمیل کردی برام سیو کردم رو دسکتاپم بعد درستش این بود اول منتقلش می‌کردم به پوشم بعدا اسمبل می‌کردم این کارو نکردم اینو آدرسش رو از دسکتاپم خوندم دیگه تو اون اصلی که مثلا چیزی اعمال نمیشه. چرا اعمال میشه؟ الان جلوتر میگم. شما دو تا یه مسئله دیگه. خب اگه اول آوردی سیو منیجمنت رو گرفتی تغییرات قبل از تغییرات سیو منیجمنت رو گرفتی هر چی تغییر بدی تو اون مسیر جدیده میره. اگه اول تغییرش بدی یه سیو هم بزنی بعد بیای دوباره پروداکت بگیری جفتش این اون چیزا رو وابسته کرده چیز برای سیو منیجمنت که نداره. وابستگی چی؟ همون مسیری که اون پارت نه این کارو میکنی که همه رو ببر توی فولدر. من سیو میکنم همه رو سیو کنم. هر بعد سالی گیری اون فولدر داره میاد. خب اینو ما میبندیم خانم پدرام. حالا یه روش دیگه اسمبلی از سیو منیجمنت این شد که فایل رو سیو از میدید که ارتباطش با فایل اولی از روی حالا یا همون پوشه که خودش هست سیو میکنه یا تو یه مسیر جدید میدید مسیر جدید ارتباطش با هم آره فقط همینه یا استفاده دیگه کاربردش اینه دیگه. الان مثلا هفته یه بار شاهسوار میاد میگم فایلام گم شده من میرم نگاه میکنم همین مشکلش این سیو منیجمنت هست. آقا این اولیش بود مهندسی اولین روش چیز بود مونتاژ بود با حدود قطعه وارد کردن قطعه. آیا از این یکی فرق میکنه اسمش نوشته با پوزیشن با همونه یه این روش اسمارته روش کلیک میکنی
من اول از این قطعه‌ای که میخوام میام اولی اصلا با همون ایمپورت معمول میام. اون قطعه اولی مبادیمو میارم داخل قطعه بادی اینه بعد اینو من وارد کردم، فیکس هم گذاشتم روش، فیکس شد. حالا میخوام با این بقیه قطعات رو بیارم. اگه کلیک می‌کنی نارنجی میشه، هر کدوم این دستورات وقتی کلیک می‌کنی نارنجی میشه، بعد یه بار روی پروداکت یکی از این قطعات، نه که برای همه دستورا، برای وارد کردن قطعات رو پروداکت، ولی اینا جلوتر رو خود اینا میزنید. میگم جلوی جاش چیه. خیلی هم کاربردیه اونا. روی این کلیک می‌کنیم. قطعه بعدی رو میخوام بیارم. قطعه بعدی گسکت بود. اینو اینطوری می‌کنیم، قطعاتمون رو ببینیم کدوم می‌خوایم بیاریم. اینو می‌خوام بیارم. اوپن میزنم، یه پنجره باز میشه. این روش مونتاژش فرق می‌کنه. یه پنجره اینجا وا میشه. خیلی وقتا قطعات رو شما وارد می‌کنی، الان بحث 5 تا قطعه است. ما می‌گیم مجموع 2500 تا قطعه رو مونتاژ کنیم. این مدیریت اینا خیلی مهمه. ببین قطعه رو که وا می‌کنی اینجا یه پنجره جدا میاد. این اگه رو هم با این بزنی میاد میندازن تو هم، بعد جابجا کنی. ولی این روش خیلی خوبه. اول که این تیکه باید خورده باشه. اگه نخورده باشه ادای غیر در میاره. یعنی مثلا این کنسیدنت میاد کنسیدنت میکنه ولی قید نمیشه. فقط میادش اداش در میاره. قید روش اعمال نمیکنه. این قیده رو پس ما میزنیم. ببین اینجا خودش اینو میچرخونه، خیلی راحت. خیلی زیبا و راحت. من میام اینجا محور این انتخاب میکنم، بعد میام تو یکی محور این انتخاب میکنم. بعد جهت بالا پایین میخوام عوض کنم. خب یه دونه کلیک اینجا میکنم. روی این صفحه یک کلیک میکنم. قید گذاشت. بعدی چیه؟ بعدی این سطح رو انتخاب میکنم. میخوام این سطح این انتخاب کنم. دوباره راست کلیک میکنم، هایدش میکنم موقت، این سطح هم انتخاب میکنم. از راست کلیک دوباره شو میکنم، یک کلیک اینجا میکنم. این مونتاژ اوکی کن. بیا اینجا دو تا قید گذاشتیم. آره دیگه این واسه زمانی استفاده میشه با اینکه قطعات شما مختصات کشیدنشون یکیه، همه رو یک بار می‌گیری تو دل هم. با اینجوری کارت خیلی سریع‌تر پیش میره. یکی دیگه میزنی، اینو میزنم نارنجی میشه، رو پروداکت هم کلیک میکنم. قطعه بعدی که میخوام بیارم اینه. اینجا باز شد. خب فعلا اینجا نیوردمش. اینجا قشنگ اینو بچرخ. هر کاری دلت میخواد باش بکن. خیلی ساده عمل می‌کنه. محورش انتخاب می‌کنم، پدرام میام اینجا محور اینم انتخاب می‌کنم. خب بعد این سطح رو انتخاب می‌کنم. کلیک نکنم. ببین الان من اشتباه کردم. بذار از اول بزنم. نه، می‌خوام نه، اشتباه بزنی از اول لازم نیست برید. یه بار دیگه بزنم. تا این محور رو انتخاب می‌کنم. الان ببینید قطعه این توه. دسترسی بهش نداریم. وقتی ایمپورت کردیم اون تو باز شده. ببینید این پشته. یه موقعی قطعه گنده داری، یه سری واژه رو توش هم ایمپورت می‌کنی، مثلا میره تو گوشت مواد پیداش نمی‌کنی. پیداش نمی‌کنی که جابجاش کنی. بعد برید تو نمودار درختی که مثلا 1000 تا قطعه داره، اون پیدا کنی، سلکتش کنی، جابجاش کنی. ولی اینطوری این واضحه، خودش یه پنجره جدا واضحه. آقا محورش انتخاب می‌کنم. میام اینجا قشنگ موس میارم اینجا، محور اینم انتخاب می‌کنم. یه دونه کلیک اینجا تو فضای خالی می‌کنم، قید اعمال می‌کنم. حالا دوباره قید دوم. محور این انتخاب میکنم، این سطح انتخاب میکنم، اینجا قشنگ فاصلهش مشخصه. این سطح هم انتخاب میکنم. یک کلیک اینجا میکنم، قید اعمال میکنم. بعدیش این سوراخه. اینو اینجا انتخاب میکنم. این قطعه جلوی دید اون سوراخ رو گرفته خانم پدرام. یه لحظه اینجا راست کلیک های این سوراخ رو انتخاب میکنم، یک کلیک میکنم، اینم از های در میارم. باشه قبلی چی؟ یکی دو تا آوردن. اینم کار. خب اینم هست. دیگه لازم نیست بقیه‌اش رو بیارم مونتاژ کنم. اوکی دیگه. فقط نیست ترتیبش یکی اول باید آره اول اون انتخاب می‌کنی، بعد میای این قیده بدن. یه دونه کلیک روی این صفحه می‌کنی. اگه اوکی کنی خب واسه قیده بعدی پنجره بسته میشه. پنجره بسته شه چیکار می‌کنی؟ حالا اینو می‌خواستم جلوتر بگم ولی الان میگم. اینجا این گزینه اسمارت موو دوباره بازش می‌کنی، هیچی وا نمیشه. درستش اینه که اون
قطعه رو انتخاب کنی بعد اسمارت رو بزنی دوباره هم پنجره میشه. حالا این جلوتر من میام چجوری. این هم از اسمبل کردن با قید. الان چند تا ابزار یاد گرفتیم. یکی وارد کردن قطعاتی که کشید. دومیش با روش اسمار وارد کردن با روش اسمار. سومی از این نوار ابزار تکون دادن قطعات، اکسپلود کردن، باز کردن که کاربردهای زیادی داره. از اینجا هم قید کنسیدنت رو گفتیم. یه همینا رو بدن. هر کی باز کردن الان میگم. هر کی سوال داره راجع به این چهار تا بپرسه. این قید فیکس هم گفتیم. از تو قیدا کنسیدنت فیکس، از این نوار ابزار وارد کردن، از این نوار ابزار هم تکون دادن به این دو روش. سوالی اگه هست خب خانم پدرام میگه باز کردن دوباره بگو. آقا قطعات تو وارد کردی خانم پدرام همشو با هم ما اینجا وارد. یه کنترل آ میزنم. این که پروداکته اینم نمیخوام فعلا وارد شه. این چهار تا قطعه میخوام وارد کنم. اوپن میکنم اینا تو همه. میخوام اسمبل کنم. میخوام یه ذره فاصله داشته باشم. یه روش اتوماته. اینو بزنم اوکی کن. این خودش میاد یه اس بزن. میاد اینا رو با همینجوری پخشش میکنه. انفجاریشون میکنه. یه روش همین بود اینو بزنی اینو با دست تکون بدی جابجاش کنی. الان راحت میتونی اسمبلش کنی. خب این از این. حالا یه موضوع دیگه ای که هست که من خودم خیلی از این روش استفاده میکنم. اصلا از اول میخوام قطعه طراحی کنم قطعاتم تو خود پروداکت طراحی میکنم. دیگه نمیرم پارت بکشم سیو کنم. خیلی به درد میخوره تو طراحی. یعنی تو اسمبلی میری اسمبلی یه پارت تعریف میکنم ایزی روش دوباره کلیک کنم محیط پارت رو میتونم قطعه کشیدم. آره خیلی راحت تر. اصلا کلا تکلیف فرضش رو پروداکت باز میشه. که اگه اسمبلی کارش بشه اسمبلی می‌کنی بخوای پارت بشه میری تو پارت. من اینکه خودت فرضش رو عوض کنی. این گزینه خانم پدرام ایجاد کردن پارته. یعنی شما قطعه رو نکشیدی می‌خوای یه پارتی بذاری اسم بذاری روش بعد بری ایجادش کنی. این گزینه رو میزنی روی این کلیک می‌کنی. ببین یه پارت برای من انداخت. دوبار کلیک کنم اینو باز می‌کنم اینو دوبار کلیک بکنم کلا میره تو اون پارتی که کار می‌کردم. همون مثلا هیچ فرقی نمی‌کنه. میره تو محیط پارت. شروع می‌کنی قطعه کشیدن. حالا من یه قطعه آوردم اینجا بکشیم مونتاژش هم بکنیم. یه جاینگ استراته یه مکانیزمه که حرکت دورانی رو تبدیل میکنه به حرکت خطی. یعنی اینجا یه انسان روتور میگیره این رفت و برگشتی مثلا تو خط تولیدات جوجا از این مکانیزم‌های این مدلی استفاده میشه. این می‌خوایم ایجاد کنیم. دونه دونه اول از این قطعه شروع می‌کنم. میگه چیه؟ ابعادش چجوریه؟ ابعادش سانتیمتریه. خب میگه یه مربع 10 در 10 طولش 100. بریم بکشیم. من سریع میکشم دیگه محیط پارت هم بلد. طولش چقدر بود؟ 1000. خب 100 بود یا 10 بود؟ 10 بود. اولی چند زدیم؟ 1 100 میزنی. حالا نه دیگه یه شک بزنیم. این 100 زدم. 10. خب اوکی. بیایم بیرون اینم درست کنیم. این چند بود؟ 100. خب این قطعه اول یه دونه هم چیز روشه. یه دونه هم اینجا دایره روشه. قطر چند؟ 5. ارتفاعش هم 5. نیمه گفتش. خب این 5 میلی. حالا فاصله شو نده چون مهمه. من اینجا یه دایره میکشم. حالا خودتون دیفاین کنید دیگه. اینو از اینجا برید تا این سبز شد. حالا یه اندازه‌ای داره. 7. میام دید. 5 میدم اینجا. این قطعه رو تمام کردم. قطعه رو تمام کردم. میام دوباره رو سرشاخه پروداکت دوبار کلیک میکنم برمیاد تو محیط اسمبلی. طراحی قطعه اول تمام شد. روش راست کلیک میکنم مثلا هایدش. حالا یه پارت دیگه میخوام تعریف کنم. این پارت رو میزنم روی پروداکت کلیک میکنم. یه نو میپرسه. اولی نپرسی چون اولی لازم نبود بپرسه. میگه که آقا من اینو با اون
اولی که داری صفحات یکی کنم یا یکی نکنم یا همینجوری آزاد بشه. الان هر یس بزنی یا نو بزنی یکیه، چون که ما جفتشو می‌خوایم اینا رو هم میافتاد، جفتش از پارت داریم میاریم. چه یس بزنی؟ چی؟ توی یه پارت بکشیم میگن که توی پارت بکشیم توی اسمبل چرا اسمو کلا توی یه پارت همه قطعات بکشید بادی‌های مختلف. خب تو بادی‌های مختلف بکشید نمیتونی اصلا مونتاژ پذیر نیست. ما واقعیت هر کدوم یه پارت داشته باشن، یه شناسنامه داشته باشن، یه پارت نامبر داشته باشن، هر کدوم جدا ساخته شن، نهایتاً مونتاژ. خب دوباره میام این دفعه توی پارت اسمش هم عوض می‌کنی. اسمش هم اینجوری قبلا هم گفتیم یه کلیک روش نانجی شد آلت اینتر یا راست کلیک پراپرتیز پروداکت میای اینجا رو اسمش رو عوض می‌کنی. اولی می‌زنی بادی، همینجا می‌نویسیم بادی، همینجا رو می‌تونی عدد بزنی، اینجا می‌نویسیم بادی. اوکی. خب اینم همینجا. الان مثلا ما این قطعه رو بکشم، اینو بکشی اینجا، نمی‌دونم هر یه قطعه یکی رو بکشی. اون کلاب رو اینو بکشی. این قطعه اسمش چیه؟ کرنک. اینجا هم اول اسمشو می‌گیم. می‌بینید نه مهم. خب الان توی پارت اینیم چون دوبار کلیک توی این کردیم. خب میریم اون یکی این دفعه اصلا می‌خوام توی یه صفحه دیگه بکشم که کج کله بکشم با فاصله بکشم که اسمبلشو بعداً بگیم چجوری مثلا چیه قطعش چه مدلیه. 35 میم طوله یا مستطیله، لوهاش ردیوس خورده، 7 میل هم چیزشه، 7 در 35 درسته؟ یه مستطیل 7 در 35 جان؟ میخوام فیلت بزنم، فیلت کامل بزنم واسهشون ببینم. خب 7 در 35 همه ابزارا رو گفتیم توی اسکچ هرچی بوده بچه‌ها وارد میدونن. اینجا میخوام دیفاینش کنم مرز اینجا توی فاصله 35 خب ردیوس میزنم اینجا 7 نصفش رو میخوام بزنم. خب مثلا یه تکنیکی ردیوس زدن نگفته بودیم اینه که اول بیا این 4 تا دونه رو البته این پنجره‌اش باز شه، من نمی‌دونم کته چند جریده‌اش اینطوری این نقطه‌ها رو انتخاب می‌کنی. خب پنجره‌اش باز نشد، یه پنجره‌ای باز میشه توی جریده‌ها اون بالا باز آره عددش آره همینجوری کلیک می‌کنم. خب اگه اون پنجره باشه عدد میدی از 4 تاشو چیز می‌کنی. حالا ما اینجا دستی چیز خودش درست کرد بهتره. خب عمل خودش مساوی کرد. سوراخش هم بزنیم. هم مرکز اینا یه سوراخ 5 میل هم داره. مرکزش مشخصه. میذارم مرکز. گذاشتم مرکز. خب آقا نذاشتم مرکز. اینو دوباره کلیک میکنم با این کمانه میگیرم. چیکارش میکنم؟ کانسیستنسی میکنم. خب این وقت اینجا کشیدم. یه قید اضافه گذاشت. خب میخوام قید اضافه نذارم. چیکار میکنم؟ اینو میکشم، موقعی کشیدن دستم میذارم روش. دیگه هیچ قیدی نمیذارم. این همین نکته‌ایه که استفاده میشه. اینم 5. دوباره اینو میخوام با این دفعه با خط اندازه راست کلیک میکنم، موس نمیذارم، راست کلیک میکنم، از اینجا انتخاب میکنم. این روش‌های مختلف همه رو سعی می‌کنیم تو تمرین‌ها هی تکرار کنیم. ضخامتش هم 2.5. خب اینم کشیدیم. یه دونه اینو کشیدیم که رنگش هم عوض کنیم. زرد این. یه دونه هم اینو کشیدیم آخر اینتر. اینجا کانسپت رنگی هم. خب دو تا قطعه کشیدیم. اینا رو میام هاید می‌کنم. میام دوباره تو اسمبلی، اول میام تو اسمبلی، بعد اینا رو هاید می‌کنم. یا راست کلیک اچ. فعلا هاید. بذار اینم میاد. ما کاتیا 2 تا صفحه داره. کاتیا 2 تا صفحه داره. یه صفحه از شما می‌بینید، یه صفحه هم زیر اون که قبلا تو هاید می‌کنی بیرون. شما این پایین یه ابزاری داریم اینجا کلیک می‌کنی میره صفحه ویدیو نشون میده. سواب ویزیبل اسپیس. خب کلیک می‌کنی اون صفحه زیری مثلا 1000 تا قطعه کشیدی می‌خوای یه سریش فایل باشه، کلیک بکنی اون صفحه زیری رو نشون میده. دوباره می‌خوام برگردونم اینجوری راست کلیک می‌کنم باید پول برای نه
از درخت شد شد. اون میز اصلی کاره فضای آره. خانم حالا تو مثال انقدر تکرار می‌کنیم من اصلا یکی وایت نمی‌خواستم برو تو اسکچ کاشی بذار ببینم چشم. این یکی رو می‌خوایم بکشیم. این قطعه اسمش چیه؟ کندرو. حالا کندرو نمی‌دونم. آره. اینجا راست کلیک می‌کنم. اسمش رو می‌نویسم. هر اسمی که دلت بخواد مهم نیست. رود که نیه راده. آره. راده. اینو کپی هم می‌تونیم بکنیم اینجا. کپی کنترل سی کنترل وی همون راده دیگه راد. خب این یکی رو میخوام توی این پلنر میکشم. قراقاتی دارم میکشم. میزنم الان به ابعادش چقدر؟ 65 در چند؟ در چند؟ در چند دو؟ 7 65 در 7. این یکی رو با این ابزاره میکشیم. با این ابزار رو میکشیم. یه خطی اینجا میکشیم. باز میکنیم. اوکی. خب میام اندازه هاشو ادیت میکنم. خب این اندازه‌ای که داد اندازه پشت تا پشت اینو پاک میکنم. اندازه رو پشت تا پشتش میکنم. میام پشت اینو میگیرم. پشت اینم میگیرم میام بالا. اندازه‌اش رو پشت تا پشت. چقدر بود؟ 7 بود دیگه 3 نصفش اندازه میدم. طولش چقدر بود؟ 65. طولش هم 65. این سبزه به خاطر چیه؟ خود این دیفاین نیست دیگه. یه اندازه هم به جای دیفاین شدنش اوکی میشه. مثلا اینجا تا اینجا یه فاصله داره. من عمدن با فاصله میکشم. چون تو اسمبلی یه ذره فرق می‌کنه. 5 هم یه سوراخ 5 هم مرکز با این ورش داره. یه غیر سری مونتاژ کنم. خب این یه روش مونتاژ دیگه. چون اسمبلی بکشی بعد شروع کنی مونتاژ کردن. یعنی شما نرید دونه قطعات رو طراحی کنی سیو کنی. همینجا تو اسمبلی دونه بکش بعد کار مونتاژ خب همین الان شما آخریه رو از مرکز یه قید گذاشتید که اون مثلا پیرگرش نبود. خب کلا ببین کار مهندسی اینه که اینا رو دیفاین کنی. خب یعنی همه چی دیگه فیکس باشه. از سوالش مونتاژ تو مختصات نسبت به مختصات پارتشه. تو اسمبلی خطات نسبت به هم مونتاژ میشن. خب الان من میخوام برای اینکه مثال بزنم اینو اصلا دوباره برگردونم این رو بهتون میگم چجوری سوالش اون خود اجزای خود تک تک تو اسکلش و وارد اسکلش میشه پروفیلا نسبت به هم سوال هستن. یعنی الان بله تو پروفیل دیگه میدونه بله تو پروفیلش خب اون الان اندازه تا محور رو بردار واسه تو محور رو داشتی حالا بگی اون سفید بگی بکش نه سفید تکون نمیخوره خب مثلا الان خیلی تناسب میدونه اینا رو گفتیم نه الان یکشو برداری دار یکشو برداری من اینو بردارم بعد آقا یه شما گفتید همه کارا ما بعد سبز دیفاین بشه کارا سبز بشه که پس بعد یه فایل رو که بعدش باشه داد یه خط مثلا تکون نده یه ذره مثلا تا اونجا سی در بیاد کلا روش باشه یا اندازه روش باشه موقعیت سوراخی یا تکون نخوره همه کاری که شما این رسالت طراحی کردید خودش مجموعه خودش به هم دیگه اوکیه مسئله گوشت همه این اوکی بعد شما اینو میگید آقا این نسبت خب میتونی آره مثلا 20 تا فاصله داشت 208 وقتی شما اینا کلش رو بعدا میخواید به یه چیز دیگه بچسبونید احتیاجی نیست هیچ خطایی ایجاد نمیشه این مثالش دلم میخواد هم فاصله داشته باشه اصلا کلا باید سبز نشه شما همه اصلا یه وسواسی داشته باش حتی لازم نبود سبزش هم کنی حتما سبزش کنی به قول تو الان اینجا لازم نیست سبز بشه اینجوری محکم کاری آره اصلا تو بگو محکم کاری مثالش اینجوری بگو این توی نجاری تولید میشه میره توی خط مونتاژ با هم مونتاژ میشه اما تو دلیل نمیشه که تو نجاری مثلا روی میز اینو کار نکنی بگی چون قراره ببرم قشنگ گفت خیلی قشنگ گفت آقا رسامتش هم به بچه وقت نمیده من الان نیست بگم تموم شه این اصلا نه رسامت دونی چیزو ولش کن خانمه
استراحت. یه دونه هم زایده پشتش داره. اینو بذار بگم 5 ارتفاع 35 هم مرکز با این یه دونه اینجا سریع 5 موس رو نگه میدم کنترل هم مرکز خب نه درسته این هم قطعه رو کشیدم خانم قطعه برمیگرد محیط اصلی بگید ببین قطعه که کشیدم و میخوام باز کنم این قطعه بادی اصلی کار این هم رنگشو عوض این هم آبی میشه این هم بعدی چی مونده آقای علیزاده؟ یه دونه این مونده این هم بکشیم میریم مونتاژش میکنیم یه 10 با یه سوراخ 5 75 سانتی زده گیریم دوباره یه پارت جدید تعریف میکنیم یس چی بود؟ بلوک بود قطعه بلوک هم اینجا تعریف میکنیم اسمشو اینا رو همه رو این کارا رو میکنیم برای اینکه کار خودمون راحت شه بشناسیم قطعات رو اگر هیچ کاری نمیشه مونتاژ انجام بدیم خب الان رفتم یه پارت جدید تعریف کردم خب میخوام این نفس اینا هم باشن اینا مزاحم نیستن این اینجوری بره پخش یه تو اون مرتبه آره یه ذره اونورتر میشه یه مکعبم این اصلا کاری به این نداره اون کار خودش داره ما تو محیط پارت این نه اصلا عمل نه دسترسی نداره شما کلیک کنی هیچ کاری نمی‌کنه نه میتونید قید بهش بدید مثلا لواش از فاصله میتونی بهش بدی ولی سوراخش نمیتونی بکنی حجم نمیتونی بهش بدی خب مثلا اون فردا میتونی از اون بگیری فاصله بگیری اینم آقای طالبی نه باشه بهتره خب وسط بزنه مثلا باشه راحت‌تره دیگه از همون فاصله من هیچ میدونم بهش که وسط اتفاق بیفته نسبت به خب میان بیرون چقدر بود علیزاده؟ 7 هم اینجا میدیم میریم مونتاژ میکنیم تمام شد همه قطعاتمون رو همینجور کشیدیم هیچی هم سیو نشده فقط کشیدیم ما این قطعات رو مونتاژ کنیم یعنی اول شکل نام با این کوچولوه بعد با این مونتاژ شد این الان تو محیط اسمبلی هم چون این دوبار کلیک کردم میام میگم آقا قید هم مرکزی این سوراخ همه کانسنت حالا احتمالاً فقط کنم با کانسیلنت حل فعلا با کانسیلنت این سطح با این سطح لب به لب شه سین بشه حالا میخوام یه ذره بیارمش بالا منیپولیتور رو میزنم محور دلخواه اینو میگیرم اینو یه ذره میچرخونم اوکی بعدی اینه یه ذره اول میتونم جابجاش بکنم حول مثلا میخوام اینو جابجا کنم حول محور این خیلی راحت محور دلخواه سمبل این یه بار دیگه ببین میدونم حول این حالت جابجاش کنم حالا میخوام حول این یکی جابجا کنم حول این خطه ببینید حول حجم میخوام بیارمش جلو اینو میگیرم میارمش این میخوام بیارمش این سمت یعنیش خب حالا کنسیدر این محور خانم پدرام با این محور کنسیدر میشه این سطح این همه رو فعلا با یه دونه قید داریم به تو بندازی نه این سطح با این سطح این هم هست حالا میخوایم با قول آقای عزیزاده یه ذره بچرخونیمش میگم قول این محور رو بچرخه دیگه تو حالت محور میری این محور انتخاب میکنی یه ذره این این تو حالا اون بلوکه میگیم این قول این سطح با این سطح این سطح هم میخوام بچسبه روی این همیشه روی این صفحه بچسبه خب چرا اون تکون خورد؟ چون ما قرار بود قطعه اول رو فیکس کنیم
قطعه اول فیکس نکرده بودیم چون تکون نخورده تا الان من فیکسش میکنم. دوباره این سر با این سر الان این میره قبلیه زرد. خب الان میخوایم الان چند درجه آزادی داره؟ کلا سیستممون چند درجه آزادی داره؟ نه حرکت خطی فقط داریم. کدوم میچرخه؟ اینم میچرخه. درست. دو تا حرکت داریم دیگه. بریم از سیستم 2 درجه زدیم. اینو میذاریم این رو موتورته. خب یکی از این بازوها رو تیکو بزن. تیک آفرین. ببین اینا همش خیلی خوبه. تیکو نزدی. تیکو بزن که قیداتو باهات بیاره. چی گفت داوود؟ خب این میشه مثال ساده است. حالا جلسات بعدی شده حل این مکانیزم حرکت دورانی به خط. حالا تمام. این هم نقش داخل خود محیط کتیا قطعه ایجاد کردن. حالا بریم سر این سری چیزای خیلی مهم که اگه هنگ نکنه من سریع بگم. به